صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 3: رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن الینی، اصطلاح اسکندر مقدونی و تلاش‌های استقلال خواهی مردم باختر و سغد. الهام بخش و پیشوای واقعی این مبارزه ها سپیتامن بوده تا نفس واپسین بهر آزادی و استقلال کشورش تلاش ها ورزیده است. نخستین تلاش های شدید و نبردهای روبروی سپیتامن بر ضد اسکندر مقدونی در مراغند روی داده است. آریان خبر می‌دهد که اسکندر هنگام لشکر کشیدن به کیروپول در راه کوهی با مقاومت شدیدی 30,000 سغدیان دچار می‌آید. در این جنگ نابرابر لشکر سر تا پا مسلح یونانیان که بر تن جوشن‌های فلزین تیرناگذر، شمشیرهای آهنین، نیزه‌های دراز و لوازمات جنگی مکمل داشتند، تلفات زیاد می‌دهند. از جانب سغدیان 22,000 فدایی جان باخته، باقی مانده‌ها از فشار اتریاد سرشمار اجنبی عقب نشینی می‌کنند. مدافع کیروپول نیز از جانب ساکنان شهر و مردم دهکده‌های همسایه خوب برآمده شد. دیوارهای مستحکم قلعه شهر را حتی به منجنیق رخنه کرده نتوانستند. اسکندر مقدونی دور و دراز دوام کردن محاصره را پی برده، فوج لشکرش را به سمت دیوار مقابل قلعه پرتافت و مدافعچیان را در غفلت گذاشته توسط ناعیان کافتن جوی آبگذر به شهر زده درآمد. ساکنان شهر در جنگ‌های کوچگی مقابلیت سخت نشان دادند. در طول این جنگ‌ها اسکندر مقدونی و چندین سرلشکران او زخم برداشته عاقبت کیروپول را اشغال نمودند. اسکندر مقدونی آواره ضبط استروشن و فرغانه و ساختن گارنیزون حربی در خوجند بود که سپیتامن مردم محلی را متحد نموده با دسته جنگاوران اردوی لشکری در مراغند بوده دشمن را تارمان می‌کند که این به سال 329 پیش از میلاد راست می‌آید و شهر را به دست می‌آورد. وقتی که قشون یونان و مقدونی در تکاپوی اشغال کردن استروشن و فرغانه غربی بود، آتش شور و عصیان تمام مملکت سغد و یک قسم باختر را فرا گرفت. اسکندر مقدونی مقیاس شورش را درک نکرده با کمک گارنیزون محاصره شده مراغند قشون نچندان کلان تقریباً 2500 نفر را فرستاد. وقتی که دسته عسکران پیشتر فرستاده اسکندر به مراغند نزدیک رسید، سپیتامن شهر را از محاصره آزاد نموده زیرکانه عقب نشست. عسکران یونانی این احوال را دیده سغدیان را تعقیب کردند. سپیتامن فرصت مناسب پیدا نموده یک باره پس گشت و به سر یونانیان تاخت. آریان میگوید که یونانیان رو به گریز نهاده طبق معلومات اکادمیک باباجان غفوروف دریای زرافشان در نظر داشته می شود پناه بردند، لیکن در اینجا سکیف ها و عسکران سواره سپیتامن آنها را به محاصره گرفته پرانده محو کردند. این شکست های پی در پی اسکندر مقدونی را سخت به تعلق آورد. کیروپول برخلاف چشم داشت او کناره عالم نبود و پهناهای سرزمین بزرگ از ساحل دیگر یک سد یعنی سیردریا آغاز می‌یافت که در اختیار سکایهای جسور و پرخاشجوی قرار داشت. اسکندر با فوج لشکر سرشمار به سمرقند بازگشت، ولی سپیتامن نابرابر بودن قوه‌ها را دیده از محاربه روی راست دست کشید و از سمرقند بیرون رفت. یونانیان به قتل و جزا دادن اهالی شروع نموده مردان کلانسال و کودکان را از دم تیغ گذراندند. صدها دهه‌ها را آتش زدند تا که چشم سغدیان را ترسانده مقاومت استقلال خواهی و آشوب عصیان را بشکنند. اما آتش شورش و تلاش‌های استقلال خواهی بیشتر علنگه می‌زد و خلق قهرمان سغد به تلفات نگاه نکرده مطیع نمی‌شد. سپیتامن با سپاهیان سواره تیزگردش از هر طرف به لشکر اسکندر هجوم آورده به اصطلاحگران ضربه‌های جانکاه می‌زد.
صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.